قصه ابو دهده و چگونه او به زوجه‌اش اعتماد کرد. سبحان الله. مردی بود که بای بود. او باغی داشت که در آن زیاده از 300 تا 600 درخت خرما بود و او در بر پیامبر الله نشسته بود و میخواست برکه گیرد و از پیامبر الله بیاموزد. و ناگهان وقتی او آنجا نشسته بود، یتیم آمد و چشمانش پر از اشک بود. یتیم پسر جوانه و این پسر جوان هیچ بحثی نداشت و با یک احساس و هیجانی آمد و گفت یا رسول الله، ای پیامبر الله. و نه همه ما میتوانیم این احساسات را که یتیم دارد درک کنیم. این خیلی دردناک است وقتی که کودک یتیم است و هیچ نفری ندارد که از او پشتیبانی کند و تنها پشتیبانی و دستگیری که او میتوانست دریابد از پیامبر الله بود. و او میگوید یا رسول الله، پدر من از دنیا گذشت و من میخواهم دیوار بین باغ خود و باغ همسایه هم سازم، اما درخت در آن باغ بین آن دیوار مانع شده است. و من به همسایه‌ام گفتم تا آن درخت را به من دهد. آن تنها یک درخت است، آن را به من ده. او نه گفت. پس من گفتم آن را به من فروش و او نه گفت. و من گفتم من این قضیه را نزد پیامبر الله میبرم. پس پیامبر الله چون خود یتیم به وای رسیده بود و میدانست حس و درد و غم یتیم را، او گفت آن مرد را اینجا بخوانید. آنها مرد را نزدش خواندند. درخت را به او ده و مرد گفت لا یا رسول الله. مرد انصاری گفت نه ای پیامبر الله، و ما انصار را دوست می‌داریم و از نشانه های ایمان ما انصار را دوست داشتن است و از نشانه های نفاق این بد دیدن انصار است. ما آنها را دوست می‌داریم. اما این انصاری گفت نه یا رسول الله، حق من است، درخت من است، من نمی‌دهم. و گفت آن را به او بفروش. قال لا. فقام الرجل. مرد برخاست و رفت. تصور کنید آن کودک چقدر روح افتاده بود، چقدر غمگین بود آن پسر. و بعد پیامبر الله گفت یا هذا، ای فلانی، ای برادرم گوش کن، آن را به او ده و تو صاحب درخت در جنت خواهی گشت. او گفت من آن را نمیخواهم، من آن درخت را در جنت نمیخواهم، من نمیخواهم. او ناراحت بود. ابو دهده از جایش برخاست و از عقب آن مرد رفت فقال یا فلان او فلان. و گفت ای فلانی، در خاطر داری؟ آیا باغ مرا در خاطر داری؟ او گفت بله، کی نمیداند. قال فهي لك بتلك الشجره. گفت او از آن توست بر عوض آن درخت. قال اتستهزئ بي. گفت آیا مرا مسخره میکنی؟ او گفت نه، آن از آن توست بر عوض درخت. فقال خذها لا خير في شجر شكيت فيها الى رسول الله. در آن درخت خیر نیست چون قضیه نزد رسول الله آمده است. بگیر آن را، بگیر، بر عوضش من آن 600 درخت را میگیرم. بعد ابو دهده برگشت. فقال یا رسول الله آیا آن پاداش حالا هم هست؟ او گفت بله. قال یا رسول الله فقد اشتريتها. من آن درخت را خریدم و آن از آن این یتیم است. فقال ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عتق رداح لأبي دحداح في الجنة. چقدر درختان خرمای هست در جنت برای ابو دهده. و بعد ابو دهده برخیست و به باغش رفت که آنجا خانه او، زن و فرزندانش بودند. فقال یا ام الدحداح، یا ام الدحداح. و او گفت لبیک یا ابا الدحداح.
قال اخرجي. او گفت برآید از این باغ. قالت لمن؟ برای چی؟ قال فقد بعتها. من آن را فروختم. او گفت به کی؟ قال لله ولرسوله. من آن را فروختم به الله و به رسول او. او چی گفت؟ آیا او گفت ایستا من به نالیک زنگ زنم یا تو عقلت را گم کردی؟ لا والله. او گفت ربح البيع يا أبا الدحداح. ربح البيع يا أبا الدحداح. ربح البيع. عجب انتقال خیر کردی ای ابو دحده. و کودکان آنها از آنجا بیرون نمی آمدند، بلکه آنها خواستند از آنجا اکنون بیرون شوند و مادرشان جیب و کیسه های آنها را می دید تا خرمای در آن نباشد. آن از آنها بود. اما بعد یکی از کودکان در دهان خرمای داشت. او آن را بیرون آورد بعناها لله. و گفت ای فرزندم، ما آن را به الله فروختیم. و آنها از باغ به یگان چیز بیرون شدند. ما در اسلام به زنها نیاز داریم، زنهای مثل آنها. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟